منه وطی وطن دوست هنچو جان و رگ و پوست منه مگوش منی دوست تره مبی وطن دوست همی حاک منی نام منی ساه منی جان وطا مکم پریشان دل گپن جهد کنو درشان. خفن بود. معنیش هم میگی به من؟ آره میگه من وطنمو خیلی دوست دارم منه وطی وطن دوست هنچو جان و رگ و پوست مثلا دیگه این دیگه خیلی میشه فهمید دیگه. عیانه آره عیانه. منم مگوش منی دوست به من نگو دوست من منو دوست خطاب نکن زمانی که تو وطنتو دوست نداشته باشی. ایول. همه حاک منی نام این خاک اسم من همین وطنمه منی ساه منی جان یه نفس منه زندگی منه خودتو میگه پریشون نکن پریشان نباش یه حرف دلتو بزن و تلاش کن براش. این کار چی شد؟ کجای کاره این؟ میاد این در دست احداث. آره آخرین موزیکیه که میگم جاوید زده برام یعنی من عاشق موزیکای جاویدم خیلی زیاد وقتی موزیک میزنه برام یه جور دیگه میشم معمولا مثلا 1 سال 2 سال گوششون میکنم. تو بری بالا سر داستان. آره خب مرسی که تا اینجای ویدیو همراه ما بودین. دمتون گرم. سابسکرایب هم دیگه تکرار ندارم. خب مرسی که تا آخر چه داداش من باید جمع کنم برم فکر کنم دیگه الان. خب دوستای عزیزم مرسی که تا اینجای ویدیو همراه ما بودین. دیگه من تکرار نکنم دیگه. سابسکرایب رو اگه نکوبیدین تا اینجای کار بکوبین که بریم سراغ پارت دوم سوالای جنجالیمون با حسین هفت. چکرتم دادش. آقا قبل از اینکه شروع کنیم سوالا رو اینو بگم چون ذوقشو دارم و میخوام راجعش صحبت کنم. حسین هفت عزیز یه همکاری داره میخوام اسپویل کنم به قول بچهای یوتیوب. میخوام پیش راجعش صحبت کنم تا برسیم بالا سر داستان. یه همکاری خفن داری تو دست با یه خانوم بسیار هنرمند ملودیک خونه درجه 1 مرسا. میخوام بدونم که اصلا قبل از این همکاری که داره اتفاق میفته تو با خانوم دیگه همکاری داشتی؟ آره با ایوابی 2 ترک داشتیم. شنیدم اون ترک ها رو. چقدر هم خفنه بابی. رپ الان دیگه نمبر 1 پاکستان شده دیگه. آقا ویوهاشو یه بار داشتم میدیدم گذاشتم زمین. ویوهای اتفاقا واسه مارول یه دونه ترک خونده. دختر پاکستانی رپ کن واسه کمپانی بلوچ. آره پاکستانی هست یا نیست؟ نه بلوچ. بلوچه که تو پاکستانه ولی ما فقط بلوچ داریم چیزی اینور اونور نداریم. من اصلاح میکنم حرفمو اسخای میکنم ازت. ببین مسائل خیلی ریزه که شاید توی محاوره‌ای صحبت کردن و کلام عمومیمون خیلی بهش دقت نمیکنیم و اینا ولی در کل واسه یه سری اقلیما بیان حتی اینجور مسائل. تو قبل از اینکه بریم سراغ سوالات الان همکاریت با خانم مرسا قراره باز بره تو تنور تا یه سال دیگه یا سری کارش بشه؟ اتفاقا من ترک دارم مال 5 سال پیش. اینو داداش نمیذارم خودم گردم میگیرم 0 تا 100 موزیک تو. منیجرش خودت باشی آره ولی منیجینگ من یا کلا بچه‌هایی که کار میکنم آدمای صبوری هستیم. ولی در کل داداش تو روند کارات میگم یه مقداری آهسته و پیوسته است و پروژه تو با مرسا رو من اینجوری نمیذارم پیش بره. خودم دست میگیرم ابیت پرودوسر میکس مستر تنظیم موزیک ویدیو و بقیه داستانا همه رو گردم میگیرم که خیلی سریع اتفاق میفته. خب آقا این یا اون من سوال از شما میپرسم شما میگی با این حال میکنی یا با اون حال میکنی چرا؟ سفر هوایی خفن تره یا سفر قطاری؟ قطاری استاد. تو تمام سفرات با قطاره نه؟ آره اتفاقا اومدم تهران 24 ساعت تو راه بودم. شنیدم این پارت که داشتی میومدی بعد اشغالی کردی تو قطار. اولین دفعه بود که میخوابیدم دیگه انقدر فازی یه جوری بود یه جوری بود که تو کل تو جمع دیگه نشسته بودن بحث و اینا بود من همونجا بای کرد و رفت واسه خودش. ترجیح میدی که وارد یه مهمونی بشی یا وارد یه جشن بزرگ بشی؟ چه فرقی داشتن؟
هر فرقش دوتاشون خیلی جشنه فرق. دیگه. نه دیگه شما وقتی وارد یه مهمونی میشین حد اکثر کسی که میبینین 5 6 نفره 8 نفره، ولی وارد یه جشن میشین ممکنه 200 نفر آدمو ببینی. سوالا یه مقداری سوبره ولی خب دیگه من باید حتما انتخاب کنم دیگه یه جور دیگه جواب بدم. هر جوری دوست داری جواب بده. فرقی نداره هرچی بیاد ها. ردیفه ها. فیلم یا سریال؟ قطعا فیلم، مگر اینکه سریال خوبی باشه که فیلم سخته. خفنی هم دیدی که ما رو در جریان بذاری؟ فیلم خفن آره، فکر کنم چیزشو دوست داشتم، اون نظریه خاصی که توش داشت، فکر کنم اسمش خاموشی بود، روسی بود. نیدم. بال بود؟ آره. نظریه‌اش چی بود؟ نظریه که توش بود؟ نظریه اینی که آدم چرا مثلا اصلا آدم وجود داره رو زمینه، علتش چیه. چه خفن این فیلم های تو مخ که منم خیلی حال میکنم. اینو خیلی دوست داشتم. واو خیلی. آقا دوست داری پول زیاد داشته باشی یا محبوبیت بیش از اندازه داشته باشی؟ من پول میخواستم که اینجا نبودم. پول اصلا دوست نداری کلا؟ قطعا دوست داشتنم اونجوری نیست استاد، من نسبت به پول همچین احساسی ندارم مثلا، یا که برام مهم باشه یا فلان، همین اندازه‌ای که مثلا ها بشه. مثلا الان پیشنهادات خیلی زیادی داشتم اتفاقا اونجا، خب خیلی زیاد، یعنی خیلی همیشه هم میاد، ولی خب مثلا من الان تهران اومدم فکر کنم تهش 2 تومن تو حسابم بوده اومدم. ولی پیشنهادایی بوده که باب میلت نبوده ولی پول خوب میدادم بهت اگه اون حرکتو میزدی. آره استاد خیلی هم زیاد. یه چند تاشو در جریانم. ولی اوکی گرفتم چی میگی. حالا حسین هفته امروز ترجیح میده که بیشتر با خانواده باشه یا با دوستاش؟ نمیتونم من آخه یه جوری هم استاد، این بازم سوالت اینجوریه که سوالا عجیب غریبه دیگه. آره، من آخه انتخابای من یکم عجیب غریبه استاد. چرا؟ خب قطعا اولین دوستت خانوادته، بعد اینکه من متاسفانه مشکل دارم تو هر دوتاشون، بازم میرم درگیر خودم و کارم و ذهنیت مریضی دارم. در نهایت تنهایی رو ترجیح میدی به تمام این دسته؟ ترجیح نمیدم تنهایی رو، ولی دوستم ندارم، اذیتم میشم خیلی زیاد، ولی هدف مهمه برام. همون اثرگذاریه که دنبالش بودی. الان دیگه تاثیرگذاری نیست، یه هدفیه، یه سری چیزه، مثلا شما رو مسئول یه جایگاهی کردن، یه جایی، یه شهرداری، یه فرمانداری، اصلا یه کارگری، هر کسی که هستی یه مسئولیتی داری دیگه در قبال اون چیز، مخصوصا وقتی تو مملکت هم یا مردم هم کلا، مخصوصا تو بلوچستان یه سری چیزا بهم میگن، واقعا به زور انگاری اون مسئولیت رو بهم میدن. و چقدر برات مهمه که حالا داری اینجوری میگی، ولی این باحاله. وقتی اونجوری میان باهات حرف میزنن با اون دیدگاهشون و اونقدر بهت باور دارن، خیلی سخته استاد بتونی دیگه به دغدغه‌هایی که خیلی کوچیک میبینی در اون سطح نیستن اصلا اهمیت بدی. واسه همینه بیشتر درگیرم چیزایی که بهم میگن، یا که هم بچه‌هایی که دایرکت میدن بهم. چند مدت پیش اتفاقا گفت ما نزدیک بندر زندگی میکنیم، یادم نیست اتفاقا اسم روستاشون یادم رفت. خب میگفت ما هم بلوچیم، زبانمون بلوچیه و غیر، ولی خب هیچ کسی نمیگه که ما وجود داریم، ما هم بلوچیم. تو میگفت حرف بزن در مورد این، اتفاقا اینقدر حرف زده بود که خودم شرمنده شدم که تا حالا نمیدونستم مثلا همچین چیز رو. چه خفن. بعد اینکه تصمیم داری حالا حرکتی بزنی یا نه حالا طرف اینجوری گفته؟ قطعا دوست دارم، خیلی اتفاقا دوست دارم برم ویدیو بگیرم اونجا. به 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 به، بشه داداش با هم پاشیم بریم اونجا. حافظه خوبی ندارم، خب نه اینکه مهم نباشه برام، ولی حافظه خوبی ندارم، ولی قطعا کارا هست برنامه‌ام انجام میدی. آقا قهوه یا چایی؟ قهوه. بگم چقدر قهوه خوردی؟ کم خوردم. یعنی پدر ما رو در آورده، میاد تهران فقط باید قهوه فروشی های خوب تهران رو ما پیدا کنیم که داش حسین کاراش انجام اینجا شه. خیلی بده تهران، قهوه بیشتر عرب میخورن، عربی که تو فقط نه اینقدر دیگه، حالا 80-20 تاش 70-30 دیگه، یه ذره روبوستا بیشتر باید باشه. من یه ترشه دوست ندارم، قهوه باید تلخ باشه لذت ببری استاد. خیلی هم ولی همچین شیرینی هم نیست همین عربیکا ما میخوریم که ایچالات هم من میریزه کل زایدان بیای کوچیکترین قهوه خونه هایی که از سر خیابون انواع اقسام مارکا رو دارن استاد.
اینجا ولی اینجوری نیست. من اتفاقا ندیدم. یه من نکته باحال گفتی، استاد گفتی یه تمام چیز- قهوه از اینجا میاد اونجا، من ولی همینو موندم حقیقتا. اینجا مثلا ولی نیست. نمیدونم چرا اینجوریه خدایی. من خیلی کافه های شیک با کلاس منطقه های خاصی تو تهران رفتم، ولی حقیقتا فقط یه دونه قهوه داشتم. این واقعا باعث جوریه، نمیدونم حتما سلیقه‌شون اینجوریه، ولی خب قهوه دنیای خاصی داره. اینو تو زایدان خودم فهمیدم، یاد گرفتم. میگم بهترین قهوه رو کجا خوردی، همیشه آقا میگم تو صبح زایدان. ناشتا قهوه میزنی چجوریه؟ آسیب نمیزنه معده پدر و اینا رو؟ نمیدونم ولی واسم بهتره. میزنی مثلا چیز میشی، هایپر میشی، انرژی میگیری میزنی از مثلا اون دسته آدمایی؟ نه هایپر نمیشم، فقط حال میده دیگه استاد. چرا حال نده؟ خب این سوالو میگم لازمه که مقداری اصلاحش کنم. اینو باید اولش بگم که ترجیح میدی تو تهران با لباس بلوچی باشی یا لباس فارسی به قول خودت؟ وطن بلوچیه. بلوچی اصلا یه ارق خاصی داره ارق حسین، خاصی نیست استاد. هست. نه بذار یه نیست. جور خب دیگه بفرمایید، واسط بگم بفرمایید، استاد. بفرمایید. این لباس منه، چیزی که از بچگی باش بزرگ شدم. آره دیگه از موزیک ویدیو حسین معلومه که بابا واقعا این اونجا اون لباس سیستم. عادی ماست اونجا. من که خیلی دوست دارم لباسیه لباس که تو. عادیه و همه میپوشن. چیزی نیست که مثلا من بگم یه سری آدمای خاص اینو بابا میپوشن. من حقیقتا یه ویدیو دیدم از تو، فکر کنم با حسین با مصطفی میری بود یا با کی دیدم، لباس به قول خودت فارسی تنت بود، تعجب کردم، گفتم اوه حسین مثلا اینجوری اصلا لباس دوست نداشتی اون ویدیو رو؟ اون کدوم؟ همون مصاحبه بود نمیدونم چی بود با مصطفی اون میری. نه مشکلی که نداره نه، قطعا. لباس خیلی هم منظورم اینه خوبه، که- خیلی هم خوبه اتفاقا، خیلی هم راحته، ولی خب لباس عادی خودمون این شکلیه. آره میدونم. من تو این 2 سالی که تو رو دنبال میکنم اینستاگرام تو، فکر میکنم فقط یه بار یا 2 بار دیدم استوری لباس فارسی تنت اتفاقا بود که استتار من لباس فارسیه. آفرین. خیلی باله. حالا این جالبه که خدایی شالا نه که چون اینجا نشسته دارم میگم، و این باحاله که حالا با اینکه لباس بلوچی و کلا حسین افت دوست داره و بیشتر میپوشه، آقا لباسایی هم که در کل میپوشه، لباس فارسیایی هم که به قول خودش میپوشه، لباسای باحالیه. یعنی لباسای فرم باحال داره، سیسه باحال داره، لش استایل و اینا. این خیلی جالبه. آقا آیفون یا سامسونگ؟ هیچ کدوم. چی داری گوشی خودت؟ شیائومی گوشی؟ آره خیلی راضی؟ خیلی راحته. تنها گوشی که خیلی راحت بودم با شیائومی دوربینش بودم. خفنه؟ کار نمیکنم باش. مگه چقدر من دیدی عکس بذارم مثلا این استوری بذارم یا چیزی. خب آقا بیایم سراغ سوالای رپی داستان. بهرام یا سورنا؟ از این سوالا که حسین اصلا حال نمیکنه ازش بپرسی. بهرام حاجی خفنه، مخصوصا با آلبوم جدیدش. ای والله حال کردی با آلبوم جدیدش؟ خیلی ارتباط گرفتم. شباهتایی که خیلی نزدیک بود بینمون و همزاد پنداری تو داشتی اون با آلبوم اون. باهاش احساس کردم. چه باحال. حسین غریبه نیستی راستشو بخوای. من کل آلبومش رو ریاکشن رفتم، همش کپی رایت خورد. بعد مجبور شدم که پرایوت بمونه، چی میگن، آپلودش نکنم، بچه‌ها ببینن، بعد اینکه ولی پابلیکش نکنم. تموم شد شرکتی که منتشر کرده دیگه. دقیقاً همینطوری بود. بعد ولی یه موزیک بعدی که یه موزیک سولو داده بود، اون رو ریاکشن رفتم کارا شده گذاشتم. به نظرت حالا رپ فارسی و حالا توی مدتی داری دنبال میکنی یا اینا، نسل 1 خفن‌تر بودن یا نسل 4 که الان هستن؟ قطعاً 4، چون تفاوت‌های زیادی توش هست. چی؟ اینجا شهرستانی زیاد داره. خب خیلی اصلا نکته این داستان بزرگترین به نظر من نقطه خوبش همینه. خیلی قشنگ گفتی، چه از جای باحالی قصه رو بهش پرداختی. آقا من خیلی لذت میبرم بچه‌ها از شهرهای کوچیک، از نقطه‌های دور نسبت به مثلا پایتخت ایران بهترین خروجی‌ها رو دارن تلاششون رو میکنن بدن و چقدر باحال پیگیر داستانن. یعنی من از آبادان دیدم، از گیل، حالا غیر از اون در واقع اون حالا چی میگن لیگ 1 که همتون میشناسید، هیپاپولوژیست و گادپوری و چرسی و فیلان بیسار اینا که از همه شهرهای مختلفن، یه دسته خیلی زیادی باز هستن که هنوز نیومدن تو اون لیگ 1. ولی قبول رفمو، ولی خیلی خفنن واقعا. من فکر نمی‌کردم مثلا آبادان این همه رپر خفن داشته باشه، گیلان این همه رپر خفن، استان گلستان اوه
حاجی چقدر رپر خب خفن. همینو میگم بهت، ولی خب اون موقع این تو نسل یکی اینجوری نیست، یا یه سری از بچه ها خودشون رسانه داشتن یا دوستاشون رسانه داشتن. من خودم یادم کار فرستادم به من گفتن محلیه نمیشه. یاد میاد چه سالی؟ 92 3 1 نمیدونم، نه همین موقع بود. آره متاسفانه، البته خودت میدونم که الان این داستانا رو کامل در جریانی. متاسفانه یه نسلی، حالا شما که باز به زبون غیر از فارسی میخوندی، یه نسلی از بچه‌هایی که حالا همونایی هم که فارسی هم حتی میخوندن، سر بند بودن رسانه ها اصلا سوختن تمام شدن رفتن اصلا. خب خیلی خیلی بد خب یه واقعا. علت میان که فقط خودشون باشن، مثلا یه سری آره 4 تا اون کار چرت و پرت رو منتشر میکنن که خودشون رو بهتر ببینن. این مافیایی که وجود داره استاد توی این موسیقی. نظرت چیه راجع به مافیا صوتی؟ ببین یه چیزایی خودت میگی حسین، یه چیز نه صحبت اونو نگم نه نمیگم اصلا. نه فهمیدی میخوام چیو بگم؟ نه آره حله. نگو. ولی خب خب کارش میاد، آره خودش حرف ولی میزنه. آره حله. حسین هفت هم یه ذره مشکل داره با مافیایی که در حال حاضر پشت موزیک ایرانه و یه نه ساید و ساید همشون قطعا، کشیه. نه همه بچه ها قطعا، یه سری بچه ها دارن زحمت میکشن و خیلی خوبم دارن جلو میرن، خیلی خوبم دارن جلو میرن. ولی خب یه سری یا یه تلاش کردن همین بچه ها این وجود نداشته باشن. حالا من شخصیت میدونی هایی ایدم مثل چیه؟ جان. ایدم اینه که مثلا یه سری فضاهایی که برای فعالیت‌های رسانه‌ای و پروموت یه سری از کارا، مثلا حالا تو حوزه خودمون که هیپ هاپ باشه، میدونی به نظر من خوب اینه که حسین مثلا الان یه چند تا یوتیوبر و ریاکشن کار و این داستانهای بلوچی یهویی بیاد. حالا امیدوارم که این ویدیو رو اگه بچه‌ای که حالا بلوچ هستن دارن میبینن و مشتاق به مدیا و این داستانا هستن، خیلی باعث میشه که مثلا میدونی تو فکر کن که میدونم به حرف بزنی عذرخواهی میکنم ازت. نه میدونم میخواستم چیز کنم یه لحظه این قنده رو خاصی بخوری. میدونی من میگم که اگه یه مثلا ریاکشن کار بلوچ الان ما اگه داشته باشیم، میاد تمام ترکایی که بچه‌ای بلوچ دارن میدن و پوشش میده و این باعث میشه که هم یه انگیزه و انرژی برای اون کسایی که دارن فعالیت میکنن باشه، هم یه مرجع و یه جایی هم هستش در واقع برای کسایی که دوست دارن با اون در واقع اون رپ کنایی که حالا هر کسی داره به هر زبونی داره رپ میکنه آشنا بشه. یه جایی هست که برن بالا سرش بگن آقا اینجوری هستش و اینا. به نظرم حالا بچه‌ها که دارن ویدیو رو میبینن، حسین هفته عزیز، اگه دوست دارن این حرکت رو بزنن، به نظر من ایده باحالیه اگه این حرکت رو بزنن. درسته یا نه؟ استاد اینجا نظر میده برات، هستی یا نه؟ اتفاقا خیلی دوست دارم، جدی؟ خیلی زیاد، هرچه بیشتر بهتر. اتفاقا من خودم سالا کار کردم که بیشتر هنرمند وجود داشته باشه اونجا. یعنی خیلی ها رو یه زمان که خودم استودیو داشتم مثلا رایگان کارشون انجام میدادم که دمت فقط گرم. باشن، حضور داشته باشن و جریان بیشتر بشه. ایوالله ایوالله، دمت گرم واقعا. آقا به نظر دریل یا اولد اسکول؟ اینجا فقط باید یکی رو انتخاب کنی. کدوم دریل؟ کدوم دریل؟ دریلی که اصلا سبک خودت میخونی و اولد اسکول را قطعا سبک دریل. تو دریل دستت بازتره به نظرم. آره. بعد کارایی هم که یعنی اون استایل خوندن تو حاجی رو دریل خیلی میخوابه، اصلا خیلی بلند عجیب. نمیشه از اونجا، فقط میخوابه. آفرین، میخوابه میره واسه خودش. یوتیوب یا اینستاگرام؟ از چه لحاظ؟ با کدوم بیشتر حال میکنی؟ از چه لحاظ؟ خب کلا راه دستره یوتیوب فعالیت اصلا میبینی میرید مثلا تا حالا شده ویدیو یا مثلا بخوای بری تو یوتیوب ببینی مثلا بیشتر آموزشی اصلا ویدیویی اینستاگرام نمیبینم، یوتیوب. ای بله. الان فکر میکنی نه الان بیشترین تایمی که مثلا تو چیز هستی، تو پلتفرم هستی، تو اینستاگرام بیشتری یا تو یوتیوب؟ یوتیوب. ای بله این درسته. یه یوتیوبر خوشحال میشه که میبینه بقیه تو یوتیوب دارن اشغال میکنن. اتفاقا خیلی دوست دارم. عزیزی آقا این حسین هفت من خیلی دوست دارم هی تو یوتیوب ببینم حقیقتشو بخوام و دنبال کننده حسین هفت هم به من خیلی پیام میدن. حالا اونجایی که میدونم من و حسین هفت یه دوستی داریم این وسطا، حسین هم خیلی بهم پیام میدن. دوست داری بیشتر غذا فست فود هستی یا غذا خونگی مامانی استایل؟ خونگی قطعا. خانگی. خانه.
بعد حالا تو که مجرد هستی بیشتر چجوری غذا میزنی؟ پس فسودی و مثلا غذا حاضری و این داستانا بیشتر نمیزنی؟ خب همین شده که عاشق اون غذا. علتی اینقدر که که این بر آره غذای داستانی خوردی. این شده که عاشق اون غذا. الان مثلا قبلا شاید خیلی چیزا رو دوست نداشتم نمیخوردم، ولی الان با دل و جون ای والله. یعنی اصلا برام مهم نیست. ای والله. من که اصلا هیچ وقت گوشتم نمیخوردم میرم خونه میخورم. با لذت هم فکر کنم میخوری نه؟ یه جوری که منی که گوشت نمیخوردم و میخورم. آره البته زیاد، ولی خب یه سوال چی میگن لا پرانتزی هم بپرسم، اینکه جایی که خونه خودت داری زندگی میکنی با تا جایی که مادرت زندگی میکنه خونه پدریه مثلا خیلی زیاده فاصلهش؟ الان با همین الان با همین یه مدت کوتاهی. آره چه باحال. ای والله چه باحال. من خودم نمیدونستم، پرام سوخت که حسین گفت اینو. خیلی باحال. آقا گفتی پروژه تصویری. حسین برنامه چی جوریه؟ موزیک ویدیو خیلی تو دست و اینا. پروژه تصویری چند تا داری الان؟ تا دلت بخواد. الان چند تا در یه دونش که گفتی سبحان سبحان الله. الله. یه دونه ما بلوچن، دوتا این دوتا آماده است یه الان. دونه تو خوبیه. تو خوبی تو خوبی با اونجا فکر میکنم اولین ترکیه که بعد از کریرت که ساخته شد حسین هفت، فکر کنم اولین ترکیه که فارسی آره چیزی رو فارسی. داره میگه. آره یه کروس خوندم فارسی بالاخره. چقدرم خوندم. حال میکنی؟ خیلی خوب شده. نمیخوام راجبش خیلی صحبت کنم ولی بیاد بیرون اصلا عشق میکنید. و من واقعا لذت بردم از اون سبک کار کردن حسین هفت. پس الان 3 تا تو الان موزیک ویدیو حاضر آماده واسه پخش داری. یه دونه هم که فردا داریم میریم سر تصویر برداری. یه دونه هم که با تو داریم. این ویدیو نمیدونم کی میاد بیرون ولی فردا هم قراره یه دونه دیگه بگیریم. گوشو میگیریم. به ببین این موزیک ویدیویی که داریم من و حسین فردا رو پروژهش کار میکنیم به نظر من یکی از ببین حالا کار خودمو که حالا تعریفی نداره و پروژه بیاد بیرون و حالا شما ببینید و نظر بدین، ولی اون ترک حسین هفت یه سبک و استایلیه که تا حالا اون سبک و استایلی حداقل تو این مدتی که تو این 2-3 ساله که من دارم دنبال میکنم نداشته و چقدر بهش میاد، چقدر اون کار بهش میاد. بابا دوست دارم بیشتر تو صحنه داشته باشیم، دوست دارم بیشتر فعالیت کنیم، موزیک ویدیو ترک. یعنی میدونی این روند ریلیز کردن ترک های تو حقیقتا منو به عنوان کسی که تو مارکتم یه ذره آزارم میده. خب استاد من یه نفرم تهش که همه چیزو کنترل میکنم. این همه کارن، این همه همکاری، این همه جریانن، یه نفری دارم کنترلشون میکنم. خیلی دارم همت میگیرم. مثلا خیلی از بچه‌ای که هی آلبوم میدن یا خیلی چیزای دیگه میدن، خب امکانات خاصی دارن، دم دستشون تیمی دارن یا خیلی چیزای دیگه. آره. نمیشه سری کار کرد. بعد چون کارا همشون کارگردانشون همه چیزشون دست خودمه، یکم چیزه. اتفاقا خواستم راجع به همین صحبت کنم. ببین من خب با تیمای زیادی تو رپ فارسی در ارتباطم و کاراشون و پروسه تولید کاراشون رو دارم میبینم، ولی کارهای تو رو که میبینم با اینکه یعنی با میدونم که تقریبا تمام کارا رو خودت هندلینگشو میزنی، تماسکاریاشون و هماهنگیشون و طراحی صحنه رو، لباس، ماشین و همه چیزایی که هستش. و چقدر حسین تصویرایی که در میاری تصویرای خفنی هن. و ما نمیتونیم اینجا یه همچین کاری بردار کنیم. نیستم ولی بچه‌ها میگیرن. قبلا هم فیلم برداری که اومدن اونا گرفتم تهش مثلا کادر رو بگم بهشون، ولی خب اون تهش اینه که اون ایده‌ای که بریم سر اون جریان یا برم اونجا فیلم برداری بکنیم یا همچین چیزی بشه خودمم. همیشه هم خودم بودم، دوست ندارم. خب یه جوریه که تو اون اندازه‌ای که دلم میخواد واقعا هنوز نتونستم انجام بدم اون ویدئویی که دلم میخواد بسازم، ولی تو توانم دیگه تلاش کردم تا الان و چیزایی هم که اومده دیگه تا حدی بوده که تونستیم انجام بدیم اونجا. خب شخصیتایی که وجود دارن اونجا همینطوری هن. یعنی اون بچه‌ای که هم تو ویدیو بودن خب همچین شخصیت هن، کریرشون همینه واقعا. یعنی نیست که جدی و آره من برم بچه‌های مثلا دریل دنس دیدی آره. ماسک بذارم بگم ما گنگستریم پلانن. اون بچه‌ای که اونجا واقعا خودشون همین کارن. داری هرچی این حرفا میزنی چون صبح میخوایم بریم سر پروژه تصویر برداری داره استرابای من هی داره بیشتر میشه. خب حالا من تا این حرفمون فقط میتونم آرزوی موفقیت بیشتر رو واسط داشته باشم. تو اگه این اجازه رو به من بدی که همکاری پایه همکاری باشی با آرتیستای خفن دیگه،
من واقعا میتونم این داستان رو برات دست بگیرم، یعنی به سرعت کارا رو انجام بدیم که یکی دو هفته ای مثلا کارا بشه و بیاد بالا. حالا عشق قطعا خفنی وجود نداره، همه یه سطح. سنگین بود اصلا، ما چراغا رو خاموش کنیم بریم، یعنی داستان اینجوریه. خب آقا در آخر صحبتی اگه هستش؟ از اونا نیستم که مثلا بیام فقط حرفشو بزنم، ترجیح میدم تو موزیک کار بکنم و اونجا بگم و شایدم خیلی چیزا رو نتونم مستقیم بگم. حالا یه جوری ترجیح میدم تو موزیکا بذارمشون یک گوشه ای، مثلا یه موزیکی بوده برای مثلا یه بیتش دو بیتش کل یک شعری نوشتم، ولی در جریان این بوده که فقط اون دو بیته بوده منظورم. ایوالله، یعنی 2 بیت بوده بقیه شاخه و برگ اون 2 بیت بوده اونا بودن که اون 2 بیت به چشم بیان. نه، که چی؟ اون دو بیته رو میخواستم بگم و نتونستم مستقیم بگم، یا اومدم پیچوندمش یه جوری یا و قربانون دله امیدن که بدمن باته और मस्तरें गप ऐशन के जिंदे तुक جهد ببی قربانو और جهد پشتا استعداد هستن در این چیز هستن و یه چیز تو که آدم سکی فارسیش هم اینه که بزرگترین چیزی که تو زندگی وجود داره تلاشه و هرچی استعداد اسمش یا هر چیزی که هست اصلا وجود خارجی نداره، تلاشیه که میکنه. به به، عجب نکته طلایی و خفنی گفتی، دمت گرم حسین هفته عزیز. اتفاقا حاصل خود منی که اینجا نشستم شب و روز کاری بوده که پشت سیستم بودم، پشت کاری بوده که داشتی، اون استمراری بوده که داشتی برای هدفت و برای رسیدن بهش. برام مهم بوده اینی که ما اگر چیزی رو دوست داریم یا فکر میکنیم توش استعدادی داریم یا فلان، همچین چیزی وجود نداره. تو چقدر زحمت میکشی جریان. ایوالا. خب حسین، واسه من که خیلی باعث افتخار بود واسه بار چندم کنار تو بشینم جلو دوربین با هم گپ و گفت بزنیم و امیدوارم که این داستانا قطع نشه و من و تو همچنان پا کار هم باشیم، ویدیوهای بعدی رو بزنیم بریم واسه اشتغالای بعدی. و بیشتر جان بگو تمام می‌کردی. بگو داداش، چنل خودته، ما که داریم اضافه گویی میکنیم داداش، چنل خودته. چکرتم. یادم میره کسی با گفتن گنگ نمیشه. خروجی کارشه، کاری که کرده و کاری که میکنه. گنگسترای واقعی وسط مردمن و پای چیزی که هست میستن، هر چه قدم که هست ضرر بدن، تاوان بدن. اونا گنگسترن، نه اونا که لفظشو میان. قربان دله بچه‌ها دمتون گرم که تا آخر این گپ و گفت همراه ما بودین. کلی کیف داد، کلی کیف کردیم. و اینکه کانال حسین هفته عزیز رو اگه سابسکرایب نکردین لطف کنید سابسکرایب کنید و که زنگوله رو بزنید، کامنت بذارید، نظرتون رو بگید راجع به این گپ و گفت. مرسی که بودین. میدونید چقدر دوستتون دارم، خودم به شخص، تمام دنبال کننده‌های هیپ هاپ ایران و علل خصوص بچهای بلوچ. و اینکه برو بریم دیگه تا یه ویدیو دیگه با حسین هفت همتون رو به خدای بزرگ میسپارم. چاکس. قربان دله زنده توک ابد من باد. کیف کردیم داداش.